اگه یک روز بعد مراجعت شیرینکار شناخته توجک بختیار رحیموف معروف به غریب شو که از بیخونگی شکایت کرد، صاحبکار معروف دست بخیر رحیم باباجانوف معروف با لقب رحیم غرمی مشکل این هنرمند را حل کرده است. در یک پیام نو که روز 15 ایون باز هم در کانال ارزو ایسویف نشر شد، غریبشاه اعلان کرد که مشکل 30 ساله من در بین همگی یک روز به طور معجزه‌ای حل شد. با شرافت دوست و برادران دست بخیر ما رحیم غرمی، غریبشاه گفت بعد تمام شدن تهیه اسناد در روزهای نزدیک ویدیوی مراسم کلیدسپاری را از یک طربخانه مشهور به نمایش خواهد گذاشت. غریبشاه یک روز قبل از طریق کانال ارزوی سویف به چند صاحبکار دست بخیر از جمله رحیم غرمی، نبیره پرزیدنت اسماعیل محمد ظاهر و بناساس حاج محمد جان مراجعت کرد و از آنها خواست که به وی دست یاریشان را دریغ نداشته از عذاب اجاره نشینی خلاصش کنند. غریبشاه نقل کرد که هنوز سال 1993 در خوابگاه وزارت فرهنگ در کوچه مایاکوفسکی در محله 33 شهر دوشنبه ثبت نام شده بود، ولی از حجره‌ای که در آن خوابگاه داشت سلاح به دستان بیرونش کردند و با همین اینک قریب 30 سال باز در پایتخت از بیخانگی و در بدر اجاره گشتن عذاب میکشد. غریبشاه گفت میدانم که هزاران مهاجر تاجیک برای کمک به او آماده‌اند، ولی میخواهد یگان نفر از صاحبکاران توانمند حل این مشکلی وی را به دوش خود بگیرد تا که حل مشکل بیخانگی وی هم به گردن مهاجران بار نشود. این مراجعت غریبشاه بسیاری ها را بریقت آورد. کاربران نوشتند از شنیدن اینکه حتی چنین یک هنرمند معروف و خدمت کرده تا حال بیخانه بوده است به شوک افتادند.